درآمد هانده برای تبلیغات اینستاگرامش لو رفت. هانده ارچول یکی از معدودترین سلبریتی هاست که فقط به تلویزیون ترکیه محدود نشده و سریالاش در بیش از 50 کشور دنیا نمایش داده میشه و طبیعتاً هر روز به ثروتش اضافه میشه. تازگی‌ها با افزایش حقوق هانده ارچول هوش مالی هانده هم به اثبات رسیده. اون نه تنها یه بازیگر خوش‌چهره است بلکه دختریه که میدونه چطور پول در بیاره. هانده ارچول ثروتمندتر میشود. این عنوان مجله‌های ترکی و انگلیسی زبان مطرح دنیاست. اگه میخواید بدونید هانده چطور هر روز ثروتمندتر میشه، چقدر داره به پول و داراییش اضافه میشه و درآمد اینستاگرامش چقدره، همین الان روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. هانده توی شبکه‌های اجتماعی جزو فعالترین های ترکیه است. درسته که سریالایی که بازی میکنه رنگ IMDb زیادی نداره، اما اون تونسته بیشتر از 12.5 میلیون فالوور رو جمع کنه تا از این طریق کمپانی‌ها رو برای جذب تبلیغات به خودش هر روز ترغیب‌تر کنه. اون اوایل از سریالاش برای پر کردن پیجش استفاده میکرد، اما به مرور زمان عکاسای زیادی رو استخدام کرد و عکسای بیشتری از زندگی شخصی و عکسای آتلیه‌ای منتشر کرد تا با گرفتن تبلیغات بیشتر درآمد بیشتری کسب کنه. اون برای کمپانی‌های معروف جهانی از جمله نایک، پنتی و لورنار تبلیغ کرده و صدها هزار دلار از این راه درآمد داره. رسانه‌های ترکی درآمد هانده رو برای 2 تبلیغ آخرش 1,550,000 لیره ترکیه معادل 10 میلیارد تومان بیان کردند. یه رقم باور نکردنی. برای یکی 750 و برای دیگری 800,000 لیره ترکیه. این در حالیه که بیشترین درآمد از طریق تبلیغات تا قبل از هانده برای هر تبلیغ شاید به کمتر از 500 لیره ترکیه رسیده. اون حتی برای یه پست توی پیجش حدود 500,000 لیره میگیره. این اعداد و ارقام برای یه دختر 26 ساله نه تنها بد نیست بلکه میشه گفت یه درآمد حسابیه. به نظر شما فرق تبلیغات سلبریتی ها در ایران و ترکیه چیه؟ نظر شما چیه؟ آیا صرف اینکه یه بازیگر مشهور از یه برند تبلیغ کنه برای شما نشون دهنده تضمین اون برنده؟ تا حالا شده یه چیزی رو با تبلیغ سلبریتی ها بخرید و بعد از خریدش پشیمون بشید؟ اگه این اتفاق براتون افتاده حتما برای دیگران هم زیر همین ویدیو کامنت کنید.